فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. سوال این هستش که چرا اسم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرآن نیامده؟ چرا؟ اسم امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن کریم، اینم اسم امیرالمؤمنین علیه السلام. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، آن کسی، آن ذات مبارکی که از برای انبیا علیهم السلام لسان صدق خداوند متعال او علی هست، امیرالمؤمنین علیه السلام، علی بن ابی طالب روحی له الفدا. شما اسمش را می‌خواستید که به عنوان خلیفه پیغمبر مقامی برای ثابت کرده قرآن کریم فوق مقام انبیا، که اون کسی که به برکت او صدق و صداقت به انبیا رسیده، علوم به انبیا علیهم السلام رسیده، وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام این فوق مقام امامت و مقام جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دیگر بگو. این آخوند بی سواد نمیداند که هر گردی گردونی است و هر علی علی بن ابی طالب نیست و علی در زبان عربی به معنی بلند مرتبگی است و العلی یکی از صفات الهی است. ان الله کان علیا کبیرا، همانا الله بلند مرتبه بزرگ است. و در مورد ادریس نبی علیه السلام می‌فرماید ورفعناه مکانا علیا، و او را به جایگاه بلندی رساندیم. و این آیه که این آخوند بی سواد به آن استدلال می‌کند به همین معناست. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا، و از رحمت خیش به آنان بخشیدیم و برایشان نام نیک و بلند آوازه‌ای قرار دادیم. اما آخوند مایوفلی قزوینی میگوید نام علی در قرآن نیامده است و چون قافیه‌اش به تنگ می آید. شما ببینید اگر نام علی به صراحت می آمد، این آقایان با حدیث پیغمبر چیکار کردند؟ جلوی چشم پیغمبر فرمود هلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، یک چیزی بنویسم بعد از من گمراه نشید. گفتن ان الرجل لیهجر. کسی نیست به این آخوند بی سواد بگوید الله عزوجل حفاظت از قرآن را تضمین کرده و کسی نمیتواند آن را تعریف کند. و در روزهایی که مسلمانان از همه وقت ضعیفتر بودند، آیه قرآن نازل می شود که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بگو ای کافران، من آنچه را که شما میپرستید نمیپرستم و نه شما آنچه را که من میپرستم پرستش میکنید و نه من پرستشگر و عبادت گزار چیزی هستم که شما میپرستید و شما هم پرستشگر آنچه که من میپرستم نیستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. چرا خداوند شدیدترین الفاظ را نسبت به مشرکین و منافقین و یهود و نصارا به کار می‌بندد؟ آیا ترس از آن نبود که آنها قرآن را تحریف کنند؟ به ویژه یهود و نصارا که در تحریف کتب آسمانی معروف هستند. اما ظاهراً چون قافیه بر آقایان به تنگ آمده، ناچار به جفنگ افتادند. دوستان عزیز، اولا اسم آمده در قرآن کریم، اسم امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، اسم امیرالمؤمنین علیه السلام در جای مکرر قرآن کریم آمده. و جعلنا لهم لسان صدق و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، مکرر. و در قرآن کریم ما گفتیم که آمدن در آیه 67 سوره مائده
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین علیه الصلاة والسلام. خب اگه اسم علی علیه السلام رو خدا در قرآن گذاشته بود، خب میامدن بند داشتن. طبق مبنای غیر شیعه داریم اینجا صحبت میکنیم. اگه پیغمبر گرامی اسلام خداوند متعال اومده بود اسم علی رو در قرآن قرار داده بود، اصل قرآن میرفت کنار. اون جمعیتی که کلام پیغمبر رو میتونن کنار بزنن جلوی چشم پیغمبر، قلیل رو میتونن کنار بزنن به واسطه اینکه اسم علی علیه السلام نباید باشه، اگه اسم علی بیاد در قرآن، قرآن هم کنار میذارن. و خدا تدبیر کرده و خداوند برنامه اسلام رو جوری ریخته که حتی اون کسانی که کافر هم هستند در کفر خودشون بتونن تمسک ظاهری به قرآن داشته باشن، اصل دین از بین نره. اما همین آخوند دروغگو جای دیگر حافظه خود را از دست داده و سخنان خود را نقض می کند و می گوید این گونه هم قرائت شده که قال هذا صراط علی مستقیم، صراط علی مستقیم. شیطون تو نمیتونی منحرف بکنی مگر عباد مخلص من رو. این عباد مخلص صراط علی هستش که تو نمیتونی اینها رو منحرف بکنی. صراط علی منحرف شده نیست. این هم اسم امیرالمومنین در قرآن. قال هذا صراط علی مستقیم، طبق یه قرائت دیگه. خب کسی که میگه اسم امیرالمومنین در قرآن کجا، سوال میکنیم اسم امیرالمومنین رو ما نشون بدیم. حالا آنها بیاین اسم غیر امیرالمومنین رو در قرآن نشون بدن. اللهم عجل لولیک فرج. ما از این آخوند میپرسیم این قرائت در کجا و با چه سندی آمده؟ آنچه در قرآن آمده این گونه است: قال هذا صراط علی مستقیم. الله فرمود این راه مستقیمی است که به من میرسد. و در قرائت یعقوب این گونه آمده: قال هذا صراط علی مستقیم، یعنی علیون به ضم یا که وصف صراط است، اما از آنجایی که قافیه آقایان به تنگ آمده به دروغ لفظ علی را به کسر میخوانند تا دلالت بر عقاید فاسدشان کند. ما اتفاقا شک میکنیم که اسم علی علیه السلام در قرآن نیومده. صفت اومده اسم نیومده. صفت اومده اسم نیومده. حاج آقا شما که قبلا گفتید اسم علی آمده. اسم علی علیه السلام در قرآن بود. اتفاقی که در ثقیفه برای علی که باطن قرآن افتاد، در ظاهر قرآن هم اتفاق می افتاد. اون وقت دیگه قرآن معجزه نبود. اون وقت قرآن کنار زده میشد. حاج آقا این ظاهر و باطن قرآن رو شما از کجا آوردید؟ و چرا باطن قرآن از دیدگاه شما اینقدر ضعیف و ناتوان بوده که هر بلایی به قول شما به سرش در می آورند؟ به هر حال بیان کلیت مطالب در قرآن هستش. مطالب جزئی و ظریف در قرآن نمیاد. امامت هم مسائل کلی امامت در قرآن اومده. کلیت مسئله امامت در کجا آمده؟ و آیا ذکر علی از جزئیات مسائل اعتقادی است؟ گوش کنید، هیچ کدام از صحابه پیغمبر به غیر از زید اسمش تو قرآن نیامده. ابوبکر رو من نشون بده تو قرآن، عمر رو من تو قرآن نشون بده، عثمان رو من نشون بده، معاویه رو من نشون بده. پس این برشو نمیبینی؟ این شخص میگوید هیچ کدام از صحابه بجز زید اسمش در قرآن نیامده، اما چند لحظه بعدش میگوید سوره مریم خدا جوابش داده. آیه 50 خورده چی بهش گفته؟ میگه و وهبنا لهم من رحمتنا، و از رحمتمون بهشون دادیم، و آتیناهم، و دادیم بهشون لسان صدق، لسان صدق رو علیا. لسان صدق رو کی واسش دادیم؟ از ذریه‌اش خاص علی رو. علی آقا امام صادق میگه علیا بابامونه ها.
این شخص حتی خوندن صحیح این آیه رو نمیدونه. آیه این گونه می باشد: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. و ترجمه صحیح این آیه این گونه می باشد: و از رحمت خیش به آنان بخشیدیم و برایشان نام نیک و بلند آوازه‌ای قرار دادیم. پس مراد از علی بلند آوازگی است، نه علی ابن ابی طالب. حالا شیعه دیدید چقدر زیبا تو صدق الله العلی العظیم صدقه رو کنار علی قرار داده؟ مگه لسان صدق نخواست؟ صدق الله العلی العظیم. اهل سنت برادران اهل سنت صدق الله العظیم. اگر العلی در صدق الله العلی العظیم علی ابن ابی طالب باشد، شما در واقع علی را خدا می‌دانید. قرآن کریم می‌فرماید انه لدى الله فی الکتاب فی ام الکتاب لدى الله علی حکیم. این منظور علی هست. نام علی در قرآن کریم آمده است به عنوان شخصیت حکیم، مثل لقمان حکیم که حکیم بوده است. لدى الله در نزد خدا در ام کتاب ثبت شده است که علی حکیم این امت است. نام امیرم، نام حضرت هم در قرآن آمده. این آخوند بی سواد حتی نمیتواند آیه را به درستی بخواند. آیه این گونه می باشد: و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. و به راستی قرآن در لوح محفوظ نزد ما ثبت است و ارجمند و حکمت آمیز می باشد. از آن جایی که رافضیان تحریف کتب آسمانی را از اجداد یهود خود به ارث برده اند، این آخوند هم به این شیوه دست می زند و آیات قرآن را نصف و نیمه می خواند. آیه این گونه است: حمیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حمیم، سوگند به کتاب روشن و روشنگر. همانا ما این کتاب را قرآنی عربی قرار دادیم تا شما خرد ورزید و آن را درک کنید. و به راستی قرآن در لوح محفوظ نزد ما ثبت است و ارجمند و حکمت آمیز می باشد. اما این آخوند دروغگو هم حافظه‌اش را از دست می دهد و در جای دیگر سخنان خود را انکار می کند. نه تنها تحریف نمی شد، از تحریف نباید دیگه سخن بگیم، باید بگیم اصلا دیگه قرآنی وجود نداشت اگر نام امیرالمؤمنین درش می آمد. ولی اون چه که ما برش باور داریم اینه که این تحریف انجام میشد و به هر حال خداوند میخواد قرآن رو حفظ کنه و لذا نام رو درش به کار نبرده. حتی به نظر ما به اسم هم ذکر کرده، منتها این اسم رو اهلش میفهمن. مثلا در یک جا خدا میفرماید و ان هذا صراط علی مستقیم نوشته شده در قرآن‌های موجود و این تحریف نیست که به ما نسبت تحریف بدن، این اختلاف قرائته. ما 7 قرائت برای قرآن داریم، ولو نپذیرن که از این 7 قرائتی که قرائت اهل بیته، ولی ما شیعه معتقدیم که یک قرائت راجع به قرآن هم قرائت اهل بیت. اهل بیت این آیه رو این گونه قرائت میکنن و ان هذا صراط علی مستقیم. این اسم امیرالمؤمنین اومده ولی در قرآن‌های موجود علیه عبارت گذاری شده، اعراب گذاری شده. وقتمون خیلی کوتاه هم هست. تحریفی که ما قائلیم در قرآن نشده، تحریف در صور و تحریف در آیات، ولی تحریف در معانی قرآن فراوان شده. حاج آقا، این قرائت اهل بیت کجاست؟ لطفاً سند آن را ارائه بفرمایید. آیا نسبت دادن یک لفظ بی سند به قرآن تحریف نیست؟ قال هذا صراط علی مستقیم. این هم اسم امیرالمؤمنین در قرآن. قال هذا صراط علی مستقیم. این هم اسم امیرالمؤمنین در قرآن. ما اتفاقا شک میکنیم که اسم علی علیه السلام در قرآن نیومده. صفت اومده، اسم نیومده. صفت اومده، اسم نیومده.
حتی به نظر ما با اسم هم ذکر کرده، منتها این اسم و اهلش میفهمن. اگه اسم علی علیه السلام رو خدا در قرآن گذاشته بود خب میامدن برمی‌داشتن. لسان صدق رو چی بسش دادیم؟ از ذریه‌اش خواست علی رو. علی آقا امام صادق میگه علیا بابامونها، علیا بابامونها. گوش کنید، هیچ کدام از صحابه پیغمبر به غیر از زید اسمش تو قرآن نیامده. قرآن کریم میفهمد انه لدى الله فی الکتاب فی ام الکتاب لدى الله علی حکیم. این منظور علی هست، نام علی در قرآن کریم آمده است. نه تنها تحریف نمیشد، از تحریف نباید دیگه سخن بگیم، باید بگیم مثلا دیگه قرآنی وجود نداشت اگر نام امیرالمؤمنین درش می آمد. خداوند میخواد قرآن رو حفظ کنه و لذا نام رو درش به کار نبرده. دوستان عزیز، اولا اسم آمده در قرآن کریم، اسم امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، اسم امیرالمؤمنین علیه السلام در جای مکرر قرآن کریم آمده. اینم اسم امیرالمؤمنین علیه السلام. و جعلنا لهم لسان صدق علیا. اگر نام علی به صراحت می آمد، اینم اسم امیرالمؤمنین علیه السلام. و جعلنا لهم لسان صدق علیا. بالاخره نفهمیدیم آیا نام علی رضی الله عنه در قرآن آمده یا نیامده است؟ خود آقایان میدانند که هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که در آن ذکر علی آمده باشد. لذا خودشان شدیداً به اختلاف افتادند، باری میگویند آمده و باری میگویند نیامده، زیرا اگر می آمد چنین و چنان میشد. ظاهراً از آنجایی که آقایان هیچ دلیلی برای اثبات این ادعا ندارند و قافیهشان به تنگ آمده، به جفنگ افتادند و میخواهند راه گریزی از این پرسش بیابند. چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید.